چطور میتونیم به آرامش فکری و ذهنی برسیم؟ خودپذیری. ما خود باید بپذیریم. باور کنین اولین اصل آرامش ذهنی را اگر از ما پرسان کنن که چی اسم این خودپذیری است. دوست داشتن خود ما، مهربانی با خود ما. باور کنین شما بعض اوقات که با خود مهربان بودین چقدر راحت شده. مثلا با خودتان صلح کردین، با خودتان با آرامش مشکل خودتان حل کردین و در داخلتان حل کردین مشکل، خیلی با آرامش رسیدین. بعضی کسا درگیر خود است، خود هنوز به خودشناسی نرسیده، خود نتونست مشکل خود با خودش حل کنه، با خودش مشکل داره، با خودش درگیره، خود سرزنش میکنه، خود تحقیر میکنه، خود کم فکر میکنه، خود بد فکر میکنه. پس این کل مسائل آرامش ذهنی ما رو برهم میزنه دیگه. اگر دیگران این صحبت نکنه، خود وقت خود پذیرش خودت نداری و اصلا خود نمیپذیری، آرامش نداری دیگه. خودپذیری اولین اصل آرامش است که باید تو خود بپذیری. اگر خود نمیپذیری مشکل هر روز طرفت میاد، خود دای نمیبینی یک عدد قواره بد را باز دیدو، باز خود تحقیر کردی، رفت یه جایی میخواستی درس بخوانی اصلا تو به درد نمیخوری، خودت به خودت میگی این درس کجا تو کجا، و هر جایی نمو تو خود کم فکر میکنی.